اینا رو ما میخوایم ترمیم بکنیم. چیکار میکنیم؟ یه خورده روغن ریز بهش میزنیم اینطوری. البته پایه ها رو قبلش یه خورده خراش هم میدیم چون چیز شدن ممکنه که توپی های جدید نچسبه، برای هم یه خراش کوچولو میدیم. بعد یه خورده خمیر قل برمیداریم بغل آیسی اینجوری آماده میکنیم. دمای هیتر همون 30-380 درجه. بادش رو تا آخر کم میکنم، میذارم رو 10 مثلا 15-20. من میذارم روی 15. اینجا اینا تشکیل توپی میدن. بعد یه دونه از این توپی ها رو میاریم میذاریم اینجا اینجوری به همین صورت. بعد ریز حرارت میدیم خودش میچسبه. یکیشون چسبید. دوباره یه دونه دیگه این توپی ها رو به هم دیگه وصل میکنیم، توپی های ریزو. اینجا هم یه دونه توپی تشکیل شد. دوباره این توپی رو برمیداریم میاریم میذاریم اینجا. خب تمام.